خانم محترمی که پیگیر طلاقی، فکر کن الان 20 ساله که از طلاقت گذشته. اصلا حق کاملا با شما بوده، درست؟ اما میتونستی بمونی و بسازی، اما نموندی و نساختی. و الان اون فرزندت که رهاش کردی تو سن 3 سالگی 4 سالگی 23-4 سالشه. 23-4 سال یعنی 20 سال بدون مادر، در حسرت اینکه کانون خانواده باشه، در کنار هم باشن، این بچه بزرگ شده با حسرت روی حسرت. چه جوابی داری به بچه 23-4 سالت بدی؟ چه جوابی داری به بچه 30 سالت بدی؟ میخوای بهش بگی چی؟ اینو با کسانی هستم که میتونستن بسازن و نساختن، و منظورم با همه نیست. حالا نیاید بگید چرا این حرفو زدی. منظورم با کسانیه که حق باهاشون بوده، اما این فرصت رو هم داشتند که ببخشند، این فرصت رو هم داشتند که بسازند، این فرصت رو داشتند که از نو شروع کنن. یک بار دیگه بشین فکر کن، به خاطر خودت، به خاطر بچه ها، لطفاً.